آمریکا برای پیدا کردن سراغ کسی تنها ضرور است که شما رقم خانه و نام کوچه‌اش رو بدونید. و ما امروز اومدیم با سراغ یکی از ورزشکاران واقعا هم بهترین تاجیک که در عرصه بین المللی نام ما رو، شرف ما رو حفظ کرده و بالا برداشته است. با سراغ لایق رجبوف. لایق ورزشکار به همتا و دوست داشتنی تاجیک در آن همین منزل زندگی میکند. حالا درش رو می‌بینیم. السلام علیکم. خیلی راحت کردیم برای دیدن شما. لایق یک بار دیگر سلام، تشکر زیاد که وقت پیدا کردید و ما رو به منزل خود دعوت کردید تا یک صحبت داشته باشیم. واقعا فکر میکنم که امروز بیننده تاجیک، بیننده برنامه سلام آمریکا میخواد بداند که لایق در آمریکا با چی کار و بار امروز مشغول است و عموما چی روز و روزگاری دارد. خب بگید که چی خیلی است، شما خوب هستید؟ خوش آمدید به منزل ما. خیلی راه دور آدمایی که در آمریکا زندگی میکنن میدونن از نیویورک تا میامی چند قرار هست. خیلی خوشحال شدم باز از یک دیدار هموطن خود. البته بعد هر یک تمرین مونده میشم، لیبو با زمین از حسابی که در اینجا تنها هستم کمی با هم زیق میشم. از دیدار شما تاجیکا و هموطنا خیلی شاد شدم. من خیلی زندگی میکنم در اینجا. سحر بگونی مشق میام، ساعت 10 سحر مشق با بعدا ساعت 6 بگونی. چه خیلی میبینی بعد از یک ساعت مشق میشم و باید بعد چند دقیقه طرفی تمرینگاه حرکت کردن لازم که بعد از تمرین خفا نمونه. ببخشید، یعنی که ما با رژه شما خلل وارد کردیم؟ برعکس، برای من خیلی یک موتیواسیه که همراه میریم تمرینگاه. شما میتونید نظر کنید از تمرین های ما. یعنی شما گروه ایجادی برنامه سلام آمریکا رو با تالار تمرینی خودتون دعوت میکنید؟ البته ما میتونیم که یگان چیز دیگه منتظر نشیم، ما میتونیم عین حال همراه رویم در تالار. من تمرین میکنم، شما اگر خواهش داشته باشید نظارت میکنید، میبینید چه تمرین ما پس. لایق اینجا یگان مشکلی نیست، تنها من فکر میکنم که یگان نفر حقوق و حق ندارد که رژه یک ورزشکار رو تغییر بدهد. اگر شما ما رو با تالار ورزشی دعوت میکنید پس ما یک جا همراه شما با این تالار میرویم. بینندگان عزیز با ما باشید و حالا خواهید دید در چند لحظه دیگر که لایق رجبوف با چی زحمت به این دستاوردها نائل شده است. با تالار تمرینی میرویم. لایق چرا در تالار کسی نیست؟ ما کمتر بر وقت آمدیم و خاطری که همه وقت کوشش میکنیم که اناسش میکنیم. صبح هم بر وقت میگیم. یعنی شما بسیار مسئولیت شناس هستید. از این سبب و سبب که در خانه یک مشغول دیگر نیست بر وقت میگیم. خب شما با تالار وارد شدید، باید چیکار کنید؟ لیپوسا لباس کردم در کار، بعدا چیزی. پس ما شما را اینجا انتظار می‌کنیم. Introducing to you first, fighting out of the blue corner. He is a wrestler, standing at 5'8", weighing in officially at 155 pounds. In 15 professional bouts, he has a record of 13 victories, 1 defeat, and 1 draw, with 10 wins by stoppage. He is the number 7 seed, fighting out of Dushanbe, Tajikistan. Here is Loic Jaguar Paul Rajabov. لایق در آغاز میخوایم بفهمیم که شما چگونه به آلمان راه یافتید؟ آلمان سال 2015 چمپیونات جهان اومد به رشته ایمنه بود در شهر پراگ.
من اونجا سفر کردم در چمپیونات جهان برآمد کردم جای دوم رو اشغال کردم بعد از چمپیونات یکی از فرزندان ملت تاجیک که در آلمان زندگی میکنه از سالهای 90 چند دمو رفتگی با پیشنهاد کرد که تا ما در آلمان ایستیم و در کلوب او شامل شدیم کلوب او را معرفی کنیم. چند مدت در آلمان زندگی کردید؟ از سال 2015 تا سال 2019 من در آلمان بودم. خب همراه شما بودن دیگر؟ البته دو ورزشگر دیگر بود، آنها هم مثل من با اونجا برای مسابقه سفر کردن. ما یک جا در آنجا ایستادیم و تمرین خود دوام دادیم. خب نتیجه های زحمت های شما در آلمان چی بودن؟ شما با کدام نتیجه ها نوشتید؟ من در آلمان چمپیون اروپا شدم، چمپیون ارگانیزاسیای MMA لایف شدم. بعدا براونز یکی از شرکت های براون نامش را از خاطر برآمد او شدم. من در آنجا 4 کمربند از خود کردم در آلمان. من از همه شرکت کلانترین در آلمان این حال همان بود JMC. من کمربند او را از خود کردم. نخستین کمربندتان رو در چند سالگی به میان بستید؟ فکر کنم در سن 26 سالگی بود. فکر کنم 26 سالگی این کمربند گلادیاتور فایتینگ چمپیون شد. البته هر یک چیزی که جدید است بسیار حسیاتی عجیب دارد. وقتی که شما باری نخست کمربند قهرمانی رو به میان بستید چه حسیات داشتید؟ البته این حسیات رو با سخن تفسیر کردن نمی‌شود. فقط چیزای احساسات خوب دارد. احساسات خوب. خب چگونه به آمریکا راه یافتید؟ آمریکا من بعداً که شرکت‌هایی که اروپا آلمان چند تا دعوت کردن آن رو کمربنداش رو از خود کردم. بعداً منیجمنت من با شرکت پیفل چیز کرد، پیشنهاد کرد که همین ورزشگر داریم. وقتی دیدم من را قبول کردن و دعوت کردن که تا اینکه من اومده در آمریکا در شرکت آنها چیز کنم، تمرین چیز کنم، برآمد کنم. خب چند وقت است که شما در آمریکا هستید و تا با امروز چی کارها رو در جدای ورزش به شما رسوندید؟ سال 2019 اگر در خاطر داشته باشید من در آمریکا فیلم 4 مرتبه بودم. آمده تمرین برآمد کرده بود. باقی با تمرین اولین مسابقه خود در آمریکا من باختم. بعدا رفتم باز دفعه دیگر غالب شدم. بعد پیدا هم تا فینال دستمزد شدم. بسیار هموطنان خودم هم شاهدان بودم که در 5 راند از حریف خود شکست خوردم. باز برگشته سال 2020 همه میدونید از حساب این کرونا همه مسابقه و همه چیزها برهم خورد. نمو سال 21 دعوت کردن اومدیم تو اینکه خطابیایی که سال 2019 کرده بودیم ما رو اصلاح کرده. البته مقصد کمربند رو اصلاح کردن است. شکست خوردن ها در میدان لایق رجب با پراگی میشکنند یا که چی مسئولیتی هست؟ شکست هایی که من در این دو مسابقه که من شکست خوردم در اون مسابقه قوا برابر بود. فقط با کدام خاطره که به حریف من بودم. خیلی که یعنی از روی امتیاز یا که از روی بعضا خطاگی هایی که شما رو دادید بود. خطاگی ها بسیار بود. از همون سبب شاید داوران چیز کردن به حریف من دادن. لیکن خیلی بود که دست جمعونه مرا شکست داده باشد. نه منظور من اون است که ما وقتی در مورد ورزش حرف میزنیم ما حتما از برد گپ میزنیم، از غلبه گپ میزنیم. ولی برای من مهم است بدونم که مغلوب شدن برای یک ورزشگر در میدان چیست؟ یعنی برای لایق رجبوف چی است مغلوب شدن؟ البته مغلوب شدن اینه که بعد کم چیز میشه، یک مسئولیت بیشتر میشه. البته از یک طرف این خیلی از یک طرف دیگه کمتر ترس در درون پیدا میشه به خاطر که میترسی باز باخت نکنی. هست طرفای جمع میخورد با از طرفای مینوسه که از اون چیز نکنی. یعنی برای اونه که دیگر باخت نکنی و از این باخت از این
ناکامی درس بگیری ورزشگر باید چیکار کنه؟ درس میگیره. ورزشگر چخیل گفت ما اگر به ورزشگر برنامه‌ریز باشه و دیدن رفتن مهنت رو دوچان میکنن. برای که خطاگیری که در اونجا راه دادگی باید حرکت کنی که همون با کدام خاطر تو باختی را همون مسابقه خود را تماشا کرده خلاصه میبره که کدام طرفی یعنی کمبودی های خود رو در اصلاح کنی. بله. But first, lightweights. There's the 7th seed, Loic Rajabov, the lone representative on our roster from the nation of Tajikistan, and there are a lot of flags from Tajikistan in the crowd tonight. Proud representative, and this fight carries a lot of weight for him. Absolutely. You talk about making history. Here's a guy who gets a chance to potentially see the sport approved in his country if he does well here this evening. خب ما میدونیم که اینه که لویق رجبوف در نیویورک در مدیسن اسکوئر گاردن با میدان برآمد. این یک هنگامه شد و هر نفری که در وجودش یک ذره خون ملی داشت، خون تاجیکی داشت، از این افتخار کرد. برای لویق رسیدن به نیویورک و این میدان سطح بلند چی راهی بود؟ البته بسیاری مردم نمیدونن که با کدام راه برای این راه تا اونجا برآمدن برای من 10-15 سال لازم شد که من تا این درجه تا این قله برایم. فکر میکنم که یک تمرین یک ماه 2 ماه یا اصلا نیست، البته برای سالها است، برای آب جبین عرق بعد خون و شکسته و زخم و اینها با مهنت زیاد یعنی به زبان روسی میگن او پارس وقتی تا همین درجه اومدیم. البته باز زیادتر کرده شدم که باز زبان تیم با بالاتر رویم. از روی کدام کریتریا، از روی کدام عامل ها مثلا ورزشگر رو با چنین مسابقه سطح بلند دعوت میکنن؟ البته از روی ریتینگ، از روی که چخیل خود را نشان میده در مسابقه ها. برای که هستن ورزشگرایی که برد بسیار دارن، لیکن از حسابی که جنگایشون هم نه اونقدر یعنی چخیل بگم شوق‌آور و چیز نیست، از همون حساب میتونن که از این چیزا دست کشن. برای که مشاهده چند ورزش این خیلی ممنون چیزها رو بسیار شدم که ورزشگرای خوب هستن، لیکن از جهتی که جنگای شوق‌آور که نشان نمیتونن یعنی بیننده رو نمیتونن در حیرت بگذارن. بله. خب شما چی فکر دارید؟ شما از روی کدام خصلتتان افتادید به این روی خط؟ فکر میکنم از حسابی که من 11 تا چیز داشتم مسابقه رو 11 مرتبه برآمد کردم، 11 مرتبه بردگی بودم، به مغلوبیت بودم. بعد جنگ های من همش قریب از 11 جنگ 10 تایش رو من پیش از وقت داده شده چیز کردم. پیش از مهلت؟ بله، پیش از مهلت من انجام رسوندم. خب تا شما تا جای ما اطلاع داریم تا شما کسی در این سطح برآمد نکرده است. یعنی به حیث یک تاجیک چگونه خود را احساس کردید اونجا؟ یا بودن تا شما؟ شاید ما اطلاع نداریم. نه تا ما تازه نامادگی هست بچه ما خوب برآمد میکنن در دیگر شرکت ها، لیکن در یک شرکتی که بلند حالا نامادن شاید 1-2 ساله شاید بیرن به خاطر که ورزشگران خیلی خوب نشانی کرده هستن در دیگر شرکت ها. لیکن این حال خود من هستم که در شرکت بلند اشتراک بیشتر. خب یک تاجیک از یک دست تاجیکستان در دل دنیا در نیویورک برآمد کرد. وقتی که با میدان برآمدید و دیدید که گرد و اطراف هم پوری مردم بیگانه است، چگونه خود را احساس کردید و چی شما را نیرو داد که در آن میدان هنرنمایی کنید؟ و بسیار زیبا هم هنرنمایی کردید. حالا بیننده برنامه سلام آمریکا این محاربه را تماشا میکند، ما میگذاریم، ولی من میخوام احساس شما را در همان لحظه بفهمم. محاربه فقط از یک سبب برای من مشکل بود که من پیش از مسابقه زخم داشتم، زخم پا داشتم. یک با حریف من در همون پای من از دقیقه اول ضربه زنی بود. یعنی حریفت میدونست که تو نمیدونم میدونست یا نمیدونه ایران من نمیدونم، اما با جای ضعف تو بسیار کار کرد. اونجا که تو مشکل داشتی اونجا بسیار کار کرد. بله، از دقیقه اول سر کرد. من فقط از حسابی فکر کنم از یک از حسابی که
پای ما رو زدم معیب کرد از همین حساب برتری زیاد وای گرفت. خود شما به حیث یک ورزشکار، به حیث یک نفری که تو به این سطح رسیده، از اون محاربه راضی هستید؟ یعنی البته نه، به خاطر که نمیدونم داورا چه خیلی حساب کردن. در اونجا بود حادثه هایی که در راوندهایی که من خوب برآمد کردم، البته بود راوندهایی که از حساب پایم من عقب نشینی کردم، لیکن فکر میکنم از حساب داورانی که چه خیلی مسابقه را داوری کردن راستی همچون نه همچون یک ورزشکار که من برنامه همچون یک مثل داور فکر میکنم که کمی اشتباه کردم. میتونستم ممکن بود با او غالبیت دادن، لیکن حسابی برابری بعداً نمیدونم با کدام سبب دست جمعانه دادن. رقیبت رو چگونه معرفی میکنی؟ رقیب شایسته بود؟ البته او یک سال پیش از من سال 2018 چمپیون شده بود. باز بعداً او در این شرکت یگان باخت ندارد، فقط غالب شده آمده است. این سبب یک فاوریت کلان برای من حساب میکردم، هم شرکت هم انالیتیکایی که این بیشتر محاربه رو چیز میکنن پیگیری میکنن. برای وقت برتری کلان حریفی من داشت، لیکن من نشان دادم با اونها که من یعنی خیلی به زبان سنگ قدرکن هستم. بله. لیکن از خیلی از بخواست خدا ازت پای من فکری هم ایجاد کلمه اگر ما میتونیم چند بار استفاده کنیم. پای من مقصد معیب نمیبود یا معیبش بد نمیکرد، شاید مسابقه رنگ دیگه میگیم. اگر شما استفاده کنم بگم که اگر این مسابقه رو از سر گذارونیم کدامش که باید را اصلاح میکردیم؟ البته من که خودم از گوشتین سر کردگی من با بسیارتر گوشتین میگرفتم. خب اون سوالم که دادم که برای حریفت رو چگونه معرفی میکنی، اون معناست که مغلوب شدن به حریف ارزنده این خودم غلبه است. البته من باز تکرار کردم که من خیلی غلبه باختی نکردم که جمع من رو لطو خوب کرده باشم. بله. بود گفتم که در راوندهای بود که من رو پیش ما این محاربه رو تماشا کردیم و بیننده‌های ما تماشا کردن و خوب میدونن که این نه آن باخته بود که از اون باید شرم کرد. این باخته بود که در پیش مسئولیت بیشتر رو بر دوش شما گذاشت و واقعا این محاربه شما رو خیلی خوب معرفی کرد. بعد از این محاربه شما به تاجیکستان رفتید، ولی این صحبت رو بعد از تمرین شما میکنید. قبلا سپاس که دعوت ما را پذیرفتید و میخواستم در مورد یک هموطن ما لایق رجبوف که در تالار شما تمرین میکند اندیشه‌هاتان را ابراز بدارید و بگویید که چگونه ورزشکار است و کدام خصلت‌هایش را شما بیشتر پسند است.
لایق اولین نفر یکی از تاجیکستان پیش ما اومده و من مربیگری میکنم. لایق یک جوان بسیار قوی و هر روز یعنی پرورش میکنه، یاد میگیره. در واقع همه جا هست، همه جا خوب هست. هر توی استندآپ یا کشتی یا توی برزیل جیوجیتسو همه جا خوب هست. ما با مربیای دیگه هم که صحبت میکردیم، ما هممون از وضعی که با استندآپ دعوا میکنه، فایت میکنه رو ما بیشتر دوست داریم. با یکی از شاگردای قدیمی من مسابقه در سال قبل توی همون پروفشنال فایت لیگ، رشید محمدوف از داغستان، قبلا من با اون تمرین میکردم 2 سال 3 سال با رشیدم و مسابقه خیلی خوبی بود. من باش اولین بار دیدم یه صحنه‌ای ازش، گفتم واو این پسر تاجیکستان ماشاءالله چه قوی و رشید یه خود تجربهش بیشتر بود. من دیدم یه ستاره جدیدی در که از تاجیکستان گفتم واو this beautiful. خیلی احساس خوبی است که همون که شما گفتید ما کشورهامون از همدیگه زیاد دور نیست و همزبان هستیم. خیلی واسه افتخار ماست. حتی اونم که از تاجیکستان میاد تا همزبان فارسی ما، برادر تاجیکستانی ما به این پایه‌های بلند ورزشی میرسه، باعث افتخارمونه. برای امروز تمرین با آخر هستید؟ بله امروز تمرین آزاد بود، برای که صبح سپارینگ تمرین وزنی که بود بگونیش آزاد بکنن، کدومی که خواهش داره مثلا خسته سخت شده نیست اومده بود کار میکنه. هر روز شما چنین است؟ نه فقط نه امروز سه‌شنبه یک بار تمرین آزاد است و دیگر چیزا است. دیگر منظور آن که هر روز هر خیل تمرین، لیکن بیشتر صبحانه ما بیشتر در گوشتین کار میکنیم، بگونی فقط در میان راستا. خب قرار بود که برای بینندگان بگویم که شما چگونه تاجیکستان رفتید و شما را چگونه استقبال گرفتم و شما تاجیکستان رو بعد از چندین سالی که نبوده چگونه دریافتید؟ البته احساسات خیلی خوب بود وقتی که من در دوشنبه فرامدم، مردم خیلی زیاد بودن، پیشواز خوب گرفتن. اگر شما در باشه از یک در اونجا بود همین خیلی احساساتی که بازگشته به عقیب و امریکا آیمو باز بی جنگم. بخاطر چی؟ بخاطر وقتی که دیدم این مردم پیشواز میگن که موتیواسیون خیلی زیاد شده. البته این یک چیز است، یک موتیواسیون هست که تو رو اینقدر مردم زیاد تماشا کردن، انتظار بودن از تو چه خیلی پیشواز گرفتن. همه یا در چیز من یک حواسی نوی دیگر را پیدا کرد. خواستم تستر آمده از سر نو بجنگم تا که ملت خود رو در
چیزهای جهانی معرفی کنیم. سال 2021 ولکه نقشه‌بندی شد. نقشه‌های شما چگونه است در سال 2021 کدام محاربه‌ها شما را در پیش است؟ 23 اپریل محاربه‌ای که PFL این سیزانی که 2021 سر می شود یکم مسابقه‌اش روز 23 اپریل است و یکم مسابقه من اشتراک میکنم. البته حریف خود را عین حال نمیدونم کیست، لیکن من میدونم که در وزن ما 10 نفر از خودی من قطعی 10 نفر از اون 9 نفر که هست من باید با یک تو بجنگم در دور اول. باید نقشه من هم خیلی است که تیاری دیده خوب دیده جنگ دیده باز با فینال واقع دیده. مجموعاً در سال 2021 چند محاربه شما را در پیش است؟ اگر که من همه را بریدن گیرم تا فینال برای من 4 محاربه رو در کار است که دستمالا شوم تا اینکه فینال خب اگر از همه این چیزها بگذاریم و به حیث یک انسان به حیث یک شخص کامل شما رو بپرسیم که حدی نهایی شما چی است؟ یعنی شما با کجا حرکت دارید؟ تا کجا میخواهید برسید در زندگی؟ وقتی که شما شاهد بودید یکی از بهترین ورزشکارای جهان در اینجا ما تمرین داشتیم. ما با خیلی ورزشکارا در این طور خیلی زیاد هستم. من وقتی که با همراه اون تمرین میکنم من احساس میکنم که چقدر من شانس ها دارم برای چیز. البته برای من در فلای بلند از این بلند یعنی مثل UFC میخوام که برآمد کرده در اونجا. البته مثل دیگر ورزشکارا میخوام کمربند اونجا رو چیز کرده در جهان رقم اول شوم. ما برای شما برار میخوایم. و یک سوال دیگر، امروز خوشبختانه در امریکا هموطنان ما خیلی زیاد هستند و دارم باز چند نفر دیگر هم میگویند اگر کسی به شما مراجعت کند که با او کمک کنید تا در این جاده راه خود را پیدا کند، شما آماده هستید برای کمک کردن به هموطنان؟ البته من فکر میکنم من با فکرم با واسطه نمیدونم در اینستاگرام در کجای گفتم که اگر کدام خواهشمند باشه من میتونم که جای خواب دارم همو رو تقسیم کنم از یگان در کنید فقط اومده چیز کنه برای من خود میشه که مثل با همراه شده از تالار میبرد. من راستی فکر دارم مشکلی اساسی من هم است که ما چیزی خود را تیمی خود را نداره کماند خود را نداره. اگر که میبود ما آرزو دارم که ما در اینجا یک خانه کلان رو اجاره گیریم ما 5-6 ورزشگر باشیم یک جا تمرین کنیم. البته من گفت دادم با میگم که کدام مثلا خواهشمند در دل نیتی پاکی که داره مثلا بیا مرحمت نفسم که جای خدمت ما میتونم تقسیم کنم. خب ما در مورد کمک مادی نمیگیم، در مورد کمکی که در ورزش روی خود را بیاورند و لایق دیگر شوند. من وقتی که جوگا ما تقسیم کردم از این چی میشه که من میتونم. البته من تجربه کلان دارم من میتونم که اگر ورزشگر نو باشد آماده است که این تجربه رو قسمت کنید. البته شما اگر شاهد بودید من در اینجا با فایترهای خیلی نامی است اینا را شاید سر مردمی خود ما نشناسن فایترهای در بیلات در UFC میذارن. حتی من در اینها توصیه میکنم که کدام حالت ها بهتر است کدام چه اصول ها مقصد در وقتی محاربه ها خوب میگذارن. ورزشگران خودمون در اینجا خیلی کم است. باشه باز چقدر گفتن من میخواستم که دعوت کنم همه را تا که ما در اینجا تیم کلان شیم. خب لایق همه اون نفرانی که خواهش دارند و ذوق دارند برای ادامه دادن فعالیت خود در این رشته با این طور دعوت میکنند و چنین گفت آماده است هم تجربه و هم از جهت مدیر همه چیزی که دارد قسمت کند. و در مورد محاربه های در پیش ایستاده لایق شما میتوانید از شبکه سلام امریکا در یوتیوب معلومات بیشتر پیدا کنید. ما با شما کوشش میکنیم که هم از رفت محاربه و هم از رفت آمادگی برای این محاربه با شما معلومات داده باشیم. و در اینجا برنامه خود را به پایان میرسونیم و بار دیگر با شما سپاس میکنیم که وقت پیدا کردید و با ما صحبت کردید. سربلند باشید.